سلام خدمت همگی شما عزیزان. در یک هفته گذشته ما و شما جملات تخیلی و یا همچنان جملاتی که اتفاق نیفتاده فرضیه بوده در زمان گذشته آموختیم. به خاطر تکرار کوتاه یادآوری میکنم آن عده افعالی که در زمان گذشته با فعل هبن گذشته می شدن در وقت فرضیه سازی یا تخیلی با فعل هتن گذشته می شدن. آن عده افعالی که با فعل زاین گذشته می شدن با فعل ویغن گذشته شدن. درس ما در این قسمت از زمان گذشته انتقال پیدا می کند در زمان حال. در زمان حال خوبیش ای است که با دو فعل اساسی که من حیث خوب دقیق گوش کنین، دو فعلی که در زمان گذشته من حیث افعال کمکی آموخته بودیمشان، هتن و ویغن، در زمان حال همچنین کاربرد دارن. جمع این دو فعل یک فعل جدید همچنان میآید که صرفش نوشته میکنیم، بعد از او دربارهش به تفصیل صحبت میکنیم. فعلی که اضافه میشه و فعل وردن است که اویش املاوت است، باید خوب دقیق در قبال تلفظش احتیاط بکنین که اوی املاوت واقعا او تلفظ کنین نه او. بیاین نوشته میکنین بعد دربارهش صحبت میکنین. بگیم یک فعل جدیده که اضافه میشه، فعل وردن. حالت صرف شدهش بعد تمام ضمایر فاعلی نوشته میکنیم تا اینکه در وقت درس هیچ مشکل نباشه. Ich würde. Du würdest. Er würde. Sie würde. Es würde. Wir würden. Ihr würdet. Sie würden. و زی شما همچنان würde. در اینجا تخته یک کمک جای خورد شد، اما یک خط میکشیم تا این طرف تخته را بتوانیم به خاطر مثالهای خود استفاده بکنیم. خب، توجه جدی. ما و شما در زمان حال جملات ما بسیار ساده بود. فعل همیشه در جایگاه دوم صرف می شد. به طور مثال Ich gehe in die Stadt. Ich spiele heute Fußball. Ich habe ein schwarzes Auto. و مانند از این هر جمله‌ای که می داشته باشیم فعل به اساس فاعل در جایگاه دوم صرف می کنیم. چیز مهم که در زمان حال جملات تخیلی یا فرضیه که اتفاق نیفتاده اگر بخوایم بیان بکنیم چطور میتونیم از کنیوکتیو 2 و یا هم افعالی که در روی تخته نوشته شده استفاده بکنیم. دو فعل ما کار اساسی را انجام میده، فعل هتن و فعل ویغن. امو رقمی که در زمان گذشته من حیث فعل کمکی هتن جاگزین هبن میشد، معنا نداشت، فقط فعل در گذشته کمک میکرد که فرضی شود، تخیلی شود. و ویغن همچنان آن عده افعال را کمک میکرد که زاین می بود. در زمان حال همچنان، اما این بار معنی میتن. معنیشان چی است؟ haben در زمان حال معنیش چی بود؟ داشتن. Ich habe ein Auto. Ich habe sehr viel Geld. حقایق با چیزایی را که داریم یا فاعل داره
با haben استفاده میکنیم. و یا همچنان اران فعل sein که صرف میشد ich bin du bist er sie es ist wir sind ihr seid حقایق است. به طور مثال من در فرانکفورت هستم، یک حقیقت است. ich bin in Frankfurt. اما اگر این دو فعل haben و sein به غیر حقیقی تبدیل بکنیم در زمان حال همچنان فعل hätten جاگزین فعل haben میشه و فعل sein تغییر میخوره به wären. با دو فعل اساسی haben و sein و این würden که نوشته کردیم باقی مانده تمام افعال این فعل würden غیر حقیقی میسازه. چی معنا؟ چطور غیر حقیقی میسازه؟ haben و sein همیشه در جایگاه دوم می آمدن. ich habe ein schwarzes Auto. haben در جایگاه دوم صرف می شد. در وقتی که غیر حقیقی بسازیمش در جایگاه دوم به جای haben hätten. ich bin in Frankfurt. من در فرانکفورت هستم. در جایگاه دوم bin گفتیم. وقتی که غیر حقیقی بسازمش wären صرف میکنم به اساس فاعل. اما اگر فعل داشته باشیم که haben و sein نباشه در جایگاه دوم بازم استفاده میکنیم. ich gehe in die Stadt. حقیقت است من شهر میروم. اگر غیر حقیقی بسازیمش فعل würden در جایگاه دوم به اساس فاعل صرف میکنیم. فعل اصلی را از جایگاه دوم میکشیم در آخر جمله به حالت انفینیتیو یا مصدر بدون صرف. به اون صورت جمله ما غیر حقیقی میشه. به طور مثال ما و شما یک جمله داریم من بسیار زیاد پول دارم. من در فرانکفورت یک خانه بزرگ میخرم. اردوش زمان حال من بسیار زیاد پول دارم. جمله دومش من در فرانکفورت یک خانه بزرگ میخرم. میاییم چطور بر زبان فارسی ایره به تخیلی یا فرضیه جور میکنیم این دو جمله را. در مقابل میگم اگر من پول بسیار یا همون رقم بالا نوشتهش میکنیم اگر من بسیار زیاد پول داشته باشم در فرانکفورت یک خانه بزرگ میخرم. جهت این که اول فارسیش درست متوجه شوید در بالا دو جمله دارم من بسیار زیاد پول دارم. من در فرانکفورت یک خانه بزرگ میخرم. در هفته گذشته کلش از گذشته گپ میزنیم حال از حال گپ میزنیم. جمله دوم میگه اگر من بسیار زیاد پول داشته باشم در فرانکفورت یک خانه بزرگ میخرم. جهشنایی قضیه کومنتار با جای کومنتار باز کنم لایف پاوزین کردم. کدام جملات حقیقت است کدامش غیر حقیقی است تخیلی است. جملات بالا حقیقی است جملات پایین غیر حقیقی است. دقیقاً absolut richtig کاملا درست. جملات بالا جملات حقیقی است جملات پایین جملات تخیلی است. پس میاییم جملات حقیقی را به خاطر تکرار قضیه نوشته میکنیم. من بسیار زیاد پول دارم. Ich habe
sehr viel Geld. کما که دیگه جای تنگ است، ببخشید که خردتر نوشته میکنم. جمله دوم: من در فرانکفورت یک خانه بزرگ میخرم. Ich kaufe ein großes Haus in Frankfurt. جملات نرمال. فعل در جایگاه دوم. Ich habe sehr viel Geld. فعل ما چی است؟ فعل haben است. جمله دوم ما: Ich kaufe ein großes Haus in Frankfurt. من در فرانکفورت یک خانه بزرگ میخرم. حالا جمله حقیقی خوش شد. در پایین خیالی است. نه من پول دارم و نه به خاطر نداشتن پول من خانه بزرگ خریده میتونم. مثل یک رویا بیانش میکنم. اگر فارسی را شما متوجه باشین، در بالا فعل داشتن به من صرف شده دارم، اما در پایین داشته باشم خودش در زبان مادری ما و شما نشان میده که ندارم. اگر داشته باشم این کار را انجام میدم. چون جمله اول تخیلی است در زبان فارسی، دوم هم به حقیقت نمیپیونده. حالا من چطور با استفاده از این جدولی که در سمت چپ تخته نوشته است این جمله خود تبدیل بکنم؟ از آن جایی که قبلا توضیح دادیم، فعل اصلی جمله اول ما هبن است. هبن اتومات تغییر میکنه به هتن. پس جمله اول ما روشن شد. میاییم نظر به این که نوشته است اگر در زمان گذشته خواندیم wenn ich. در اصل جایگاه دوم هبن باید تغییر بکنه به هتن، اما ما یک قانون داشتیم. الان وقتی که ما و شما از when استفاده بکنیم، آن فعلی که در جمله نرمال جایگاه دوم داره در جایگاه اخیر جمله میره. از زمان گذشته به یاد داریم که فعلی که در جمله اصلی جایگاه دوم داره آخر بره. پس جایگاه دوم فعل هبن است. فعل هبن ما و شما چی میکنیم؟ فعلا نگاه میکنیم جاگزینش که هتن است و به ایک هته صرف میشود، باقی مانده جمله را نوشته میکنیم. wenn ich sehr viel Geld. جمله ما تقریبا خلاص شده. پس فعلی که در جایگاه دوم هبن بود، چون ما دیگه قرار از غیر واقعی بسازیمش، تبدیلش میکنیم به هتن و صرف فاعل ما ایش هته در جایگاه آخر جمله. کامن. حالا الان فعلی که در جایگاه دوم در جمله ساده قرار بگیره، در بعد از کامه جایگاه اول، مثل که در زمان گذشته بود. حالا در جایگاه دوم اینجا کوفن قرار داره صرف شده. آیا ما کوفن باید در اینجا صرف بکنیم؟ پس ما و شما گفته بودیم اگر فعل ما زاین بود ویغن میسازیم، اگر هبن بود مثل اینجا هتن میسازیم. اگر باقی مانده افعال بود میریم سراغ فعل würden و این würden فعل اصلی را غیر واقعی میسازه و این würden من حیث یک فعل کمکی که هیچ معنا نمیده، فقط جمله را تخیلی میسازه، قرار است که اصل افعال کمکی در جایگاه دوم استفاده شود. پس این را میاریم در جایگاه اول جمله. پس میگیم که würde ich وقتی که فعل کمکی würden را صرف کنیم، فعل اصلی ما در آخرین کلمه جمله اما به حالت انفینیتیف یا مصدر در آخرین کلمه جمله. پس میایم würde ich
ein großes Haus in Frankfurt, würde ich ein großes Haus in Frankfurt فعل اصلی ما در جایگاه دوم صرف شده بود. روبینا جان تشکر، اما گل زدن به تخته مزاحمت میکنه. سلامت باشین. würde ich ein großes Haus in Frankfurt، فعل اصلی ما kaufen است، در آخر جمله صرف نمیکنیم، چون در یک جمله اگر مودل ورب باشه، فعل کمکی باشه، تنها یک بار صرف میشه. پس به او خاطر حالت مصدر یا انفینیتیو kaufen نوشته میشه و کافی است که würde به ich صرف شد. پونکت. تفاوت جملات بالای حقیقی: Ich habe sehr viel Geld. Ich kaufe ein großes Haus in Frankfurt. دو اتفاقی که واقعی است، اما پول بسیار زیاد دارم و در فرانکفورت یک خانه بزرگ میخرم. اما اگر بر رویا یا خیالی تبدیلش بکنیم، wenn ich sehr viel Geld hätte، که ندارم، hätte داشته باشم، خریدام نمیتونم چون پول ندارم دیگه. جمله اول ما چی ساختم؟ خیالی ساختم، تخیلی. پس به او خاطر چون ما گفته بودیم اران فعلی که به استثنای haben و sein باشه، ما و شما از würden استفاده میکنیم. würde ich ein großes Haus in Frankfurt، فعل اصلی به جایگاه آخر بدون صرف kaufen. دوستایی که گل میزنین تخته معلوم نمیشه. متوجه شد امگی؟ البته مثال اول بود. در مثال اول اگر زیاد متوجه هم نشده باشین مهم نیست، اما ساختارش فعلا کار میکنیم. در مثال های بیشتر واضح میشود. کسایی که نوشته میکنن یا عکس میگیرن باز پسان نگوین که ما هنوز نوشته نکردیم. من در هامبورگ هستم. من در هامبورگ هستم. جمله بعدی: من با خواهرم کمک میکنم. من در هامبورگ هستم. من به خواهرم کمک میکنم. جمله بعدی: اگر من در هامبورگ باشم که نیستم. به خواهرم کمک می نمایم. کدامش غیر حقیقی است؟ بالا یا پایین؟ کدامش فرضیه است؟ گرچه میفهمین اما به خاطر که خاطر من جمع شود. کدام دو جمله حقیقی نیست، تخیلی است؟ جملات پایین absolut richtig، کاملا درست. جملات پایین غیر حقیقی است. اگر من در هامبورگ باشم به خواهرم کمک میکنم. در کجا این موضوع پیش میآید؟ به طور مثال که بیخی خاطرتان جمع شود، به طور مثال
مادرم برم زنگ میزنه میگه او بچه خوارت در هامبورگ است برو برش کمک بکن. میگه مادر اگر من در هامبورگ باشم برش کمک میکنم خود نیستم فعلا در فرانکفورت هستم. غیر حقیقی. اما در بالا چی است؟ در بالا یک حقیقت واضح است. در هامبورگ هستم امیاله و به خواهرم هم کمک میکنم. بنابر موجودیت جمله اولی که من در هامبورگ هستم کمک میکنم. زمان حال فعل در جایگاه دوم. در جملات دوم اگر باشم که ایره بعض انسان ها در داخل تیک تاک چنین ترجمه میکنن که اگر من در هامبورگ می بودم کمک میکردم، کو جملات گذشته است و از قانون هفته گذشته تبدیل میشود. اما ما واضحش این است که اگر در هامبورگ باشم حتما کمک میکنم که نیستم در هامبورگ. از همین آینک من مجبور در دوکان ها پیدا کنم، زیاد مقبول است. میایم جملات بالا را نرمال ترجمه میکنیم. من در هامبورگ هستم. Ich bin in Hamburg. جمله دوم جمله واضح و روشن. من به خواهرم کمک میکنم. فعل کمک کردن مثل همیشه در جایگاه دوم. به خواهرم داتیف دی شوستر der Schwester. پس به او خاطر ich helfe meiner Schwester. حالا میاییم جملات تخیلی میسازیم. جمله اول سه گزینه داریم کدام فعل در اینجا استفاده شود. همیشه در زمان حال این جدول ما را همکاری میکنه. از آن جایی که معلوم است فعل جمله اول ما فعل زاین است. ما گفته بودیم زاین و هبن از خود دارن فعل های باقی مانده اران عمله که بجز از زاین و هبن می باشه وردن کار انجام میده. فعل در آخر به حالت مصدر یا انفینیتیو یا حالت اصلی. در جمله اول فعل زاین است. بین میریم سراغ فعل زاین. جاگزینش چی میشه؟ بیغن. پس شروع میکنیم. wenn ich جایگاه دوم wenn ich wäre in Hamburg در اصل باید اتر نوشته شود چون بین جاگزینش تخیلی wäre. اما قانون چی میگه؟ wenn داری آن فعل جایگاه دوم که قرار است حال wäre میگی امور به آخر نگاه کن. درست است؟ wenn ich in Hamburg. پس میاییم فعل دوم آخر میبریم. wenn ich in Hamburg wäre کاما. فعل جمله دوم ما چی است؟ helfen. helfen نه haben است که هتن بگیریم نه زاین است که بیغن بگیریم. پس یگانه گزینه که باقی میمونه würden. پس بعد از کاما فعل würden به اساس فاعل صرف میشه. فعل اصلی به حالت مصدر در آخر جمله. فاعل جمله دوم بازم ich است. پس ich فعل würden از صرف میکنم. würde ich meiner Schwester جمله تمام شد. فعل اصلی در آخر جمله به حالت مصدر. جملات بالا ich bin in Hamburg. باشین که میام به درد ما بخوره یک شب. Ich bin in Hamburg. Ich helfe meiner Schwester. Wenn ich in Hamburg wäre, würde ich meiner Schwester فعل اصلی بدون صرف helfen.
مثال بعدی، جهت روشنایی بیشتر. برادرم در افغانستان است. او کاکایم را در شفاخانه عیادت می نماید. دو جمله در بالا. برادرم در افغانستان است، او کاکایم را در شفاخانه عیادت می نماید. جمله بعدی، اگر برادرم در افغانستان باشد، کاکایم را در شفاخانه عیادت می نماید. خب، به جهت نگه داشتن یا پسنداز کردن وقت کامنتار را باز نمی کنم، اما گیتان می فهمید که یک حقیقت است. برادرم در افغانستان است، او کاکایم را در شفاخانه عیادت می نماید. دو عمله که در واقعیت اتفاق می افتد. در جملات پایین که با ام ترکیب شده دو جمله، اگر برادرم در افغانستان باشد که نیست، فعلا در آلمان است، کاکایم را در شفاخانه عیادت می نماید که فعلا نمیتونه، چون نه در افغانستان است و نه فعل عیادت کردن یا بزوخن اتفاق می افتد. دو جمله بالا ساده و واضح است، اما گیتان می فهمید. Mein Bruder ist in Afghanistan. Mein Bruder ist in بنابر کمبود جای شما AFG را افغانستان قبول کنید. Mein Bruder ist in Afghanistan. او کاکایم را در شفاخانه عیادت می نماید. فعل ما در جایگاه دوم besucht خانه خالی onkel آرتیکل آنکل ده آنکل است. در خانه خالی کاکایم را، به خاطر که اکوزاتیف یادتان به کامنتار باز میکنم، در خانه خالی چی باید نوشته کنم؟ کاکایم را. ماینن نام خدا به این شاگردهای لایق که هیچ چیز بجز از ماینن در کامنت ها دیده نمیشود. اما ایشان میگن که لمر به اساس جدول اطلاعی ده اونکل در اکوزاتیف دین میشه و آخر دین در ماین اضافه شده، ماینن شده. زیشون یک امتحان کردمتان، نام خدا امگیتان فوقلاده هسته. besucht meinen Onkel خانه خالی Krankenhaus. در خانه خالی بعدی meinen Onkel خانه خالی Krankenhaus. خانه خالی دوم im sehr schön. Wo Dativ das Krankenhaus, das der Dativ dem
و in dem حالت اختصاریش im. Sehr schön. Sehr schön. سلینا ins نمیشه. im. ins وقتی که از یک نقطه به نقطه دیگه برویم. فعلا برادرم در موقعیت ثابت و در کجا کاکایت عیادت میکنه؟ در شفاخانه و همیشه داتیو است. das Krankenhaus در داتیو dem میشه، به مو خاطر in dem که حالت اختصاریش im Krankenhaus. فعل ما در جمله اول چی است؟ sein. پس sein جهت خیالی سازی رجوع میکنه به فعل wären. برادر ما از این جدول کی است؟ ich است؟ نخیر من نیستم. du نخیر. er اویمر یا natürlich. er حالت صرف شده فعل wären به er wäre. Wenn mein Bruder wäre in Afghanistan. نه اینجا لمر پیشتر دیگه یاد گرفتیم که فعلی که wäre شده به جای است آخر میره. درست است. Wenn mein Bruder in Afghanistan wäre، چون فعل sein تغییر خورد، فعل جایگاهی که در دوم قرار گرفته ها کدام از اینا کاربرد داره؟ فعل ما besuchen است. الان فعلی که بجز از sein و haben باشه نیازمند فعل کمکی würden است. پس فعل besuchen نه haben است نه sein. میریم سراغ جدول würden. کی کاکایم را در شفاخانه عیادت می نماید؟ برادرم او. پس میریم würde. پس würde بعد از کمک مثل جملات قبلی جایگاه اول würde meinen Onkel im Krankenhaus تمام جمله خلاص شد. فعلی که در جایگاه دوم است به حالت انفینیتیو یا مصدر آخرین کلمه جمله besuchen. Mein Bruder ist in Afghanistan. Er besucht meinen Onkel im Krankenhaus. Wenn mein Bruder in Afghanistan wäre, würde er meinen Onkel im Krankenhaus besuchen. لایک بکنین و صفحه را پاک میکنم. من یک موتر دارم. من با ریل یا قطار با ریل برلین نمی روم. اگر من یک موتر داشته باشم با ریل
برلین نمی روم. من یک موتر دارم، من با ریل برلین نمی روم. اگر من یک موتر داشته باشم که ندارم، برلین با ریل نمی روم. آل می روم چون موتر میگم اگر داشته باشم. جمله بالا ساده است، جمله واقعی. Ich habe ein Auto. جمله دوم. Ich fahre nicht mit خانه-خالی Zug nach Berlin. mit خانه-خالی Zug، خانه-خالی را فوراً تکمیل نمایید. mit خوانده بودیم چی ساز است؟ mit dem sehr schön. از چی خاطر dem ساختن؟ der Zug است. چرا der Zug نمیگین؟ چرا der را به dem تبدیل کردن؟ die Begründung، دلیلش. Dativ، mit Dativ. sehr schön، sehr schön. اینطور یگان امتحانکای وسطیام از پیشتان میگیرم که خاطرم جمع شوه که درسای گذشته را میخوانیم. der Zug mit Dativ ساز، der ساخت dem. حالا سوال بعدی. جملات واقعی را نوشته کردیم. Ich habe ein Auto و دومشم ich fahre nicht mit dem Zug nach Berlin. جمله اول ما فعلش چی است؟ معلوم دار است. جهت غیر واقعی ساختن از سه فعل بالا تنها جمله را کامل نوشته نکنین. تنها کامنتایی را میخوانم که بگویم که در جمله اول آیا سراغ هتن میریم، ویغن میریم یا وردن میریم. کامنتا باز میشه، شما تصمیم میگیرین که از سه فعلی که بر ما کمک میکنه کدامش انتخاب میکنین. هتن هتن هتن. sehr schön. به خاطر چی؟ به خاطر که فعل جمله اول haben است. گفته بودیم haben از خود مشخص یک فعل در حالت کنیوکسیون داره. یک تعداد هتن نوشته میکنین. لطفاً ام در تلفظ و ام در نوشتار فراموش نکنین که هتن نیست، هتن است. ایش umlaut است. پس نوشته میکنیم ich habe ein Auto، ich hätte ein Auto. پس در اینجا هتن جایگاه دوم که قرار است بگیره جهت موجودیت wenn در اخیر جمله می رود. wenn ich ein Auto hätte. جمله دوم فعل ما مشخص از fahren. اران فعل که زاین و haben نباشه جهت غیر واقعی ساختنش در زمان حال کدام فعل از این سه دانه ما را کمک میکنه؟ würden. sehr schön، sehr schön. دو دانه قلبک سرخ. ویغن چرا؟ ویغن تنها جاگزین زاین میشه. فعل اصلی ما fahren است، جهت غیر واقعی ساختنش فعل würden کار میکنه. würde ich nicht mit dem Zug nach Berlin. فعل اصلی از جایگاه دوم برداشته شد به حالت انفینیتیو یا مصدر آخرین کلمه fahren.
جملات واقعی. Ich habe ein Auto. Das ist die Realität. واقعیت است. من یک موتر دارم. Ich fahre nicht mit dem Zug nach Berlin. من با قطار یا ریل برلین نمی روم. حالی که موتر ندارم تخیلی صحبت میکنم. اگر موتر داشته باشم was ich nicht habe. چیزی که من ندارم. Wenn ich ein Auto hätte, würde ich nicht mit dem Zug nach Berlin fahren. با قطار یا ریل برلین نخواهم رفت. بر ما شاید تا وقتی که این درس یاد نداشتیم همیشه تفاوت این از کجا میفهمیدیم. من یک موتر دارم. اگر من یک موتر داشته باشم، امور رقمی که در زبان خود ما اردویش خیالی و حقیقی یکسان استفاده نمی کنیم، دارم داشته باشم. در آلمانی هم رای حلش hätten wären würden. افعالی که در زمان حال حقیقت بیان میکند داشتن haben جاگزینشان hätten. افعالی که موقعیت نشان میده فعل sein ich bin du bist er sie ist und so weiter فعل wären. باقی مانده تمام افعال در اخیر جمله به حالت انفینیتیو یا مصدر و با فعل کمکی würden که هیچ معنا نمیده، تنها فعل اصلی را unterstützen یا حمایت میکنه که از واقعیت به غیر واقعی تبدیل شود. اینال باز دیگه نگوین که عکس نگرفتیم، اینمی لحظه پاک صفحه تخته معلوم میشه. اوان عزیزم، ما باید برم به ترمین خود. تشکر از انرژی تان در قبال حمایت صفحه، لایک کردن و باقی مانده. فردا شب این درس ادامه میتیم با انرژی. کسایی که یادم نگرفتین تکرار ویدیوها را در فن پیج ها ببینین، مطمئنم که قابل یاد گرفتن است و ادامهش فردا شب بخیر کار میکنیم. شب خوب و خوش. خداوند یار و مددگارتان.